اصلا چرا ما انسان ها میتونیم یه حیوان خونگی داشته باشیم؟ به خاطر لذت بخش بودنش، به خاطر علاقه داشتنش و به خاطر زیبایی بودنش. خداوند بزرگ توی این جهان موجودای خیلی زیادی آفریده. انسان، حیوان، پرنده، گیاه و خاک و خیلی چیزای دیگه. این موجودا بعضیاشون میتونن چیزایی ببینن که انسان نمیتونه ببینه، یا اینکه حسش بکنه، یا میتونه از کیلومترها اونو ببینه. اما بریم سراغ عجیب ترین حیوان. اون حیوان هم حیوانی نیست جز گربه. اگه بخوام از خوبیای گربه خونگی بگم، کسایی که گربه خونگی دارن میدونن که گربه ها موجودات ظریف و احساسی هستن و زیاد متفاوت از سگ‌ها عمل میکنن. زمانی که گربه با سرپرستش احساس راحتی میکنه یعنی به اون محبت کرده، ولی بعضی از گربه ها بدون توجه به سرپرست خودش به راحتی زندگی خودش رو ادامه میده. اما بریم سراغ وجه تاریک. گربه ها یه چیزایی رو میتونن ببینن یا حس کنن که انسان نمیتونه این کارو بکنه. یکیش دید در شب بسیار قدرت بالایی که تا الان هیچ موجودی نداره، فقط گربه اینو میتونه حس کنه. مورد دوم، زمان پیشبینی مرگ. گربه ها به راحتی میتونن بفهمن که چه موجودی قراره کی بمیره یا نمیره. و مورد آخر، عجیب ترین مورده، گربه ها میتونن یه ارواح رو ببینن. ویدیوی امروز درباره گربه هایی که روح دیدن یا با روح در ارتباط داشتن که به طرز عجیبی به یه جا خیره میشن و فقط به اونجا زل میزنن و نگاه میکنن. این واقعا خیلی عجیبه که گربه خونگی که داشته باشی و مستقیم به یه جا خیره بشه یا داره دنبالش میره. الان شما هم که حیوان خونگی دارید یا نه؟ اگه دارین تا آخر این ویدیو رو تماشا کنین که ببینید چه اتفاقاتی میفته. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردی پس همین الان این کارو بکن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. لایک ویدیوها و نظراتتون هم فراموش نشه و ممنون میشم که پیج اینستای ما رو هم فالو بکنید. بریم سراغ ویدیو. این ویدیو در سال 2018 توی یوتیوب آپلود شد. داخل این ویدیو داریم میبینیم که یه خانومی داره از گربهش فیلم میگیره که ظاهرا این گربه یه چیز عجیبی دیده که اینقدر هول شده. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. If someone's here, show yourself. What do y'all see? What is it? So they all three are on to someone. I saw one of the cats swipe at an orb. این ویدیو همینجوری ادامه داره تا اینکه به گفته همین خانومه
میگه که تقریبا ساعتهای 2:20 شب بوده که گربه کوچیکم و یه نفر داشت اذیت میکرد، ولی این خانومه به شدت ترسیده بود و این ویدیو رو توی تمام شبکه‌های مجازیش به اشتراک گذاشت و گفت که به کمک نیاز دارم، که یه چیز عجیبی توی خونم هست و داره گربه هامو اذیت میکنه. این ویدیو مربوط میشه به تیک تاکری که توی خونش یه گربه داشتن. این گربه هر شب کارهای عجیب و غریبی میکرد و یه شب تصمیم میگیرن که از این ماجرا فیلم بگیرن. You recording it? Yeah. Oh wow. What's she gonna do? Now that was weird. What? اگه اینجا دقت کرده باشین، این یارو همینجوری که در حال فیلم برداری بوده، یک شیئی که در حال پرواز بود و به وسیله دوربین ضبط میکنه. حالا عجیبترش اینه که خانومی که کنار این یارو ایستاده بود ادعا میکنه که اصلا این شیئی که در حال پرواز بود و ندیده. این ویدیو به دست صاحب خونه ضبط شده که انگار گربه خونگی هم داره. صاحب خونه ادعا میکنه که به ارواح اعتقاد داره، اما گربهش داره توی خونه سر و صدا میکنه، دنبال چیزایی میره که اصلا با چشم آدم دیده نمیشن. اما یه شب زمانی که در حال ضبط ویدیو بود، گربهش توی خونه دیوانه شده که انگار یه چیزی دیده. همین جوری که دوربینش در حال ضبط و در حالت دید در شب بود، رفت که گربهش رو بکشونه پایین. وقتی رفت روی مبلش بشینه، یه نور مرموز این دوربین ضبط کرد که توی تلویزیونش منعکس شد. ببینید چی بوده. Now what the freaking hell was that about? این ویدیو مربوط میشه به مردی که اسمش مایکه. مایک احساس میکنه که توی خونش یه موجودیه که همش میخواد اذیتش کنه، ولی مایک یه سگ هم داره توی خونش. اما یه روز سگ مایک به سمت زیرزمین خونه داشت میرفت. از اینجا داشت اتفاقای ترسناک شروع میشد. Oh, nice. I just seen an orb come through. Ooh, oh my god. I just seen an orb come straight to the right side of the camera at 117. I did see something come from the left side of the dog, but I'm not sure on that. That could have been a bug or a piece of dust. I have to analyze it. But around 117, that was an energy form of a spirit. His tail is not moving. این سگ یه چیزی دیده که اینقدر بدجور خیره شده. بعدش ببینید چه اتفاقی میفته. Losing focus, losing focus. Oh my god. Wow, dude, see. زمانی که سگ مایک رفت پایین، دوربین مایک شروع به از کار افتادن میکنه و همینجوری فوکوس دوربینش رو از دست میده. پس میشه گفت که مایک داره با ارواح ارتباط برقرار میکنه، یا سگش میتونست اونا رو ببینه یا حس کنه، یا اینا همشون الکی بودن. این ویدیو مربوط میشه به مردی که یه گربه داشت. به گفته خودش زمانی که داشتم غذای گربه‌مو میدادم که بخوره، یهو گربه‌م هول شد و میرفت به طرفای خونه و به یه جا زول میزد. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. What is it?
is it? این ویدیو واقعا عجیبه. داخل این ویدیو یه گربه‌ای رو می‌بینیم که داره به شدت کارهای عجیبی میکنه. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. واقعا اگه شما از اینجور گربه‌ها داشتین چیکار میکردین؟ این ویدیو در سال 2016 گرفته شده. صاحب خونه ادعا میکنه که گربه من از نظر همه چیز سالمه و هیچ چیزیش هم نیسته. حتی گفته که گربه من از نظر همه چی مقدسه. اما کلا برعکسه و این چیزی هست که داریم توی این ویدیو میبینیم. گربه‌ای که معلوم نیست داره چیکار میکنه که واقعا خیلی عجیب و ترسناکه. این ویدیو توسط یک کاربر تیک تاک به اسم سابرینا سیکامین بارگذاری شده. این یارو چند تا گربه و یه دونه سگم توی خونش داره. مثل اینکه خونه‌شون هم آپارتمانی بوده. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. چیزی که باعث شد یهو این گربه از جاش بپره و توی هوا بایسته به همین دلیله که بعضی از حیوانات دیگه از کوره در میان. این حرکات یه چیز طبیعیه ولی گربه ها تا اینقدر نمیتونن بپرن. اگه دقت کرده باشید صندلی که داخل آشپزخونه هست صندلی اتفاقی داره حرکت میکنه. خب حالا شاید بعضیاتون بگید که این کار حیوونا بوده. سابرینا در مورد اینکه اتفاقای عجیبی توی خونش افتاده مثل باز و بسته شدن درها و کمدها درباره اینا صحبت کرده. اما این ویدیو چیز بسیار ترسناکی رو داره نشون میده. سابرینا یه گربه داره که پای چپش رو از دست داده. توی این ویدیو به نظر میرسه گربه‌ای که به سمت آشپزخونه به سمت عقب پرتاب میشه و بعدش توی هوا داره میچرخه به آشپزخونه میره و حیوان دیگه این هم داره دنبال میکنه. آیا شواهد نشون میده که یه ارواح این آپارتمان رو به وحشت انداخته؟ این ویدیو در سال 2022 دیده شد. داخل این ویدیو داریم میبینیم که یک گربه‌ای به 2 تا عروسک فانتزی خیره شده و انگار داره دنبال چیزی میگرده. بیاین با دقت بالاتر به این ویدیو نگاه کنیم. اگه اینجا دقت کنید یه چیز روح مانندی از بدن عروسک میاد بیرون. خب داستان از چه قراره؟ یه زنی به اسم کتی کالینگر به گفته خودش از زمانی که در آگوست سال 2018 به جای دیگه نقل مکان کرد اتفاقای فراتبیعی ترسناک رو تجربه میکنه، مثل اینکه اشیایی که خود به خود داره حرکت میکنه یا چهره‌های سایه‌ای که توی تاریکی ظاهر میشن رو میبینه. این زن 45 ساله زمانی که دوربین مداربسته‌ای داخل زیرزمین خونه‌اش نصب میکنه یک شی نامرئی از عروسک قدیمی مادرش در دهه 1950 بیرون میاد که به گفته خودش میتونه یه روح باشه. این ویدیو واقعا عجیب و ترسناکه. این ویدیو مربوط میشه به یه پسر و مادری که توی خونه نبودن، انگار رفته بودن مسافرت. بعد از اینکه خوشگذرونیشون تموم شد و اومدن به خونه متوجه شدن 2 تا گربه این خانواده مدام هی دارن فریاد میزنن و عصبانی بودن. پسر تصمیم میگیره که بره دوربینای خونه رو چک کنه که اتفاقی برای گربه ها نیفتاده باشه. ولی زمانی که این پسر رفت و دوربین‌های مداربسته خونه رو چک کرد ببینه دوربینای خونه چی ضبط کرده بودن.
که بعد از بررسی این ویدیو تصادفی وارد زیرزمین خونشون شدن، وقتی وارد شدن دیدن تعداد زیادی از موهای گربه‌هاشون روی زمین ریخته بود. خب این یه چیز طبیعیه. گربه‌ها به خاطر این کارشون بیشتر مواقع دعوا میکنن یا دارن با هم بازی میکنن، ولی به گفته خودشون گربه‌های ما اصلا با هم دعوا نمیکنن. خدا میدونه که چه اتفاقی برای گربه‌ها افتاده بوده. از اونجا به بعد دیگه هیچ اتفاقی برای این خانواده نیفتاد و تا الان دارن به زندگیشون ادامه میدن. این هم از این ویدیو بود. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.